شب‌های عید قربان بود. همه خوشحال بودن، اما فرید جیگرخون و تنها ایستاده بود. فرید پول نداشت تا برای نامزادش تحفه بگیره. دلش پر از درد و خسته بود از زندگی. فرید تصمیم گرفت تنها چیزی که دارد، یعنی درد دلش را در یک نامه بیان کند. با دل لرزان اما امید بزرگ طرف خانه نامزدش رفت. مریم با خوشحالی دروازه را باز کرد، اما نمیدانست در داخل قوطی چی باشه. در داخل فقط یک نامه ساده بود، اما پر از احساس واقعی. مریم فهمید که عشق واقعی پول نیست، دوست داشتن است. گلم گریه نکن. سال دیگه خودت را بازار میبرم در عید. پدر مریم گفت این جوان دل پاک دارد، لایق دخترم است. پدر جان، ممنون از شما. و 1 سال بعد زندگیشان رنگ خوشی گرفت، چون عشق واقعی همیشه پیروز می شود.